سلام بچه ها، خوش اومدید به اولین جلسه آموزش زبان آلمانی از کانال توتی پاپاگای. جلسه اول میخوایم با هم الفبای زبان آلمانی رو تمرین بکنیم. مهم اینه فقط خوب گوش بدید، تلفظ حروف رو خوب یاد بگیرید که بعداً تو تلفظتون مشکلی پیش نیاد. با هم شروع میکنیم. من یه بار کلا دوره میکنم، بار دوم آروم آروم میگم که شما بتونید پشت سر من قشنگ تلفظ بکنید. با هم میریم جلو. آ ب س، گوش بدید، س د ای اف گ ه ای j k l m n o p q r s t u v w x y z. حالا پشت سر من تکرار بکنید. آ ب س د ای اف گ ه ای j k l m n o p q r s t u v w x y z. سعی بکنید یه بار دیگه از اول خوب گوش بدید. حروف سخت دو تا داره. یکیش این کلمه حرف س، ت، س و حرف ست، ت، ست. اینا رو سعی بکنید چند بار تکرار بکنید تا قشنگ جا بیفته براتون. ویدیوی بعدی میریم تو شروع دستور زبان آلمانی. از پایه شروع میکنیم با هم و پیش میریم. با ما همراه باشید.